لوند یعنی یه سری رفتارها که باعث میشه دیگران جذب ما بشن. البته که لوندی درجات مختلفی داره و با توجه به موقعیت مکانی میتونه تغییر کنه. برای لوند بودن باید یادمون باشه که زن زنانگی کنه و مرد مردانگی. سلام به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ذهن زیبا خوش اومدین. حالا که تعریف لوند رو متوجه شدیم، تا انتهای ویدیو همراه من باش که یکم لوندی اصولی رو یاد بگیریم. شماره 1. از ریش یا تحریش تعریف کن. همه افراد دوست دارن کارهاشون تایید بشه و بازخورد مثبتی از اطرافیانشون بگیرن. خب مردها هم از این قاعده مستثنا نیستن. پس باید تمرین کنیم و مهارت تعریف کردن از مردان رو باید یاد بگیریم. بیشتر مواقع فقط به زنان و جذابیت هاشون توجه میشه و کمتر کسی برای روحیه مردان ارزش قائل میشه. تعریف و تمجید ساده باعث میشه مردان رفتارهای خوبشون رو بهتر بشناسن و اونها رو بیشتر تکرار کنن. برای اینکه به مردها نشون بدیم قدردان کارها و تلاشاشون هستیم، تعریف و تمجید ساده ترین و تاثیرگذارترین روشه. وقتی این تعریف و تمجید صادقانه باشه، احساس رضایت و اعتماد به نفس در مردان افزایش پیدا میکنه و زندگی عاشقانه تری رو تجربه خواهید کرد. این رو فراموش نکن که اگه خواستی تعریف کنی از ظاهرش، تعریف هاتون یکم بامزه باشه. میتونی حتی از زبان بدنت استفاده کنی. مثلا وقتی تو رو میبینم نمیتونم جلوی لبخندمو بگیرم. تو مرد خیلی جذاب و خوش قیافه‌ای هستی. مردها دوست دارن شما به جذابیت‌های جنسی اونها هم توجه کنی. شاید تعریف کردن تو این زمینه یکم جسارت بخواد، ولی امتحانش کن و تأثیرش رو توی رابطت ببین. شماره 2. با صدای نرم و مخملی صحبت کن. وقتی داری با شریک زندگیت صحبت میکنی، تون صداتون پایین باشه. صدای تیز و جیغ جیغ نباشه. صدای نرم و آروم و مخملی جذابتر و تحریک کننده تره. شماره 3. خوشخنده باش. به راحت خندت بگیره. اگه میخوای مورد توجه و علاقه همسرتون باشین، سعی کن بیشتر بازیگوش، شاد و شوخ‌طبع باشی تا اینکه یه آدم جدی و باهوش و نکته سنج. زنان شاد و شوخ‌طبع ازدواج‌های موفق‌تری دارن. پس برای دلبری کردن از مردان، این شوخ‌طبعی و بامزه بودن رو چاشنی زندگیت کن. شماره 4. ازش کمک بخواه که زور مردونش رو نشون بده. یه مرد میخواد احساس مفید بودن کنه. وقتی واقعاً به کمک احتیاج دارید، اون دوست داره که اولین کسی باشه که به شما کمک میکنه. نمیتونین اونها رو انکار کنین. اگه میخواین مردی رو عاشق خودتون کنین یا در یک رابطه اون رو متعهد به خودتون کنین، این موضوع رو نباید نادیده بگیری که مردها یه غریزه قهرمان در درون خودشون دارن. دوست دارن احساس کنن که برای خانومهاشون مهم هستن. شماره 5. یه لقب خاص روش بذار که فقط خودت صداش کنی. میزان صمیمیت لقب‌هایی که استفاده می‌کنی خیلی بستگی داره به رابطه شما، فرهنگ شما و حتی میزان راحتی شما با همدیگه. مثلا میتونی بهش بگی روحم، تکیه‌گاهم، تورگی، یا حتی میتونی از یه اسم مستعار استفاده کنی. از اسم و لقبی استفاده کن که اون با همون اسم و لقبی که قرار شما صداش بزنی راحت باشه. مثلا میتونی بهش بگی حضرت آقا. شماره 6. یکی از دلایل اصلی جدایی زوجها توی روابط طولانی مدت اون بی‌حوصلگی و صمیمی نبودن است. یک نواخت شدن رابطه است. سعی کن توی رابطت خلاق باشی. رو زمینه بازیگوش بودنت بیشتر کار کن و این رابطه عاشقانه رو دیگه عادی نباشه. هر روز منتظر یه اتفاق جدید باشه. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودی. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.